لبيك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام به شما عزیزان حاجیانی که باروبنتون رو بستید و میخواهید که دیگه فرصت پیدا بشه و شروع کنید. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. و سلام و صد سلام و درود هم به شما عزیزانی که قلبتان شیفته حج هست و چشمانتان هم به حسرت رفتن به حج و به شوق حج اشک در اونا جمع شده. خوش به حال همه ما و شمایی که خداوند متعال این فرصت رو داد تا باز بتونیم همین معانی حج رو با هم احساس کنیم و یک ترنگری بزنیم به این عقلمون رو عقل سالم و عقلی کنیم که با فطرت توحیدی، با فطرت الهی انس گرفته باشه، عقلی که هدفش خدا باشه، عقلی که بخواد که اون معانی و مفاهیمی که خداوند متعال برای ما میخواد اونها رو بیاره در زندگیش عملی کنه. ما از حکمت ها و درس های حج سخن میگیم، اما اینو یادمون باشه که مهمتر از همه اینها شستشو دادن عقله. چون که عقل انسان اگر بیمار بود، قلبش مریض بود، واقعا مشکله. با فطرت سالم به جنگ میفته. حضرت نوح علیه السلام یه اشاره میکنن، همه حیوونا چون فطرتشون فطرت سالم هست میدوند سوار کشتی میشن. همین حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت میده. کی رو؟ انسانها رو. بعد از 950 سال دعوت قلب مریض این انسانها اونا رو میکشه میبره جایی که غرق میشن. هدهد سلیمان میره یمن، اونجا میبینه چه خبره؟ اینی وجدت امرأة تملکهم، یه زنی اونا رو رهبری میکرد، داشتن چیکار میکردن؟ خاک به سرشون بشه، خورشید رو عبادت میکردن. چرا؟ چون عقل سلیم رو گذاشتن بودن زیر پا. در تعالیم الهی وقتی ما ببینیم همه تعالیم الهی با عقل سلیم هیچ تعارضی نداره، اما یه وقتیه که عقل توانایی و درک و شعوری این رو نداره که بتونه اون تعالیم رو هضم کنه. بعضیا میتونن، بعضیا نمیتونن، بعضیا بعد از سالها میتونن. مسائلی بود از دین که الان علم جدید میاد اونها رو ثابت میکنه، علما و اندیشمندان و متخصصان و مخترعین دهنشون وا میبینه، بعدش میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، که این خبری که ما الان در قرن 21 بهش رسیدیم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 و اندی سال پیش از این خبر داشته. پس این امکان نداره مگر اینی که این وحی الهی باشه. در قوانین که در جوامع ما هست، خب قوانین احوال شخصی، قوانین نمیدونم اقتصادی، مدیریت خانواده، مدیریت کشورداری، قوانین آموزشی، قوانین علم نفس، علم جامعه شناسی، اینها رو وقتی ما میبینیم در کشورهای غربی چون روش کار میشه رشد میکنن، قوانین گذشته رو اصلاح میکنن، روز به روز به چی نزدیک میشن؟ به قوانین و دستورات الهی. انسان رشد میکنه، بعد از سالها و قرنها میاد نزدیک میشه به چی؟ به احکام الهی. همین انسانی که تو دیروز این احکام الهی رو مسخره میکرد. از یکی از اساتید بزرگ نامدار قرن گذشته، استاد سعید نورسی، بدیع‌الزمان نورسی، پرسیدند در وصف شرق و غرب، فرمودند که غرب، اروپا به اسلام حامل است، شکم اروپا توش اسلامه، و سرعان ما تلدو، و به زودی میبینیم که اسلام از اروپا سر میکشه، در اروپا متولد میشه. و شرق حامل چی هست؟ جنینش چیه؟ اروپا.
و سرعان ما تلد و به زودی میبینیم که شرق شکل و قیافش اروپایی میشه. یعنی چی؟ یعنی اروپا رشد میکنه، از نظر علمی رشد میکنه، از نظر عقلی و آگاهی رشد میکنه، در نتیجه تعالیم دینی در اونجا، تعالیم بشری، شیوه زندگی نزدیک میشه به اسلام و اسلام تا اسلام میشه. در غرب چون تقلید توتیوار هست، هرچه از غرب بیاد اون رو میگیریم نشخارش میکنیم بدون اینکه عقلمون رو به کار بندازیم، روز به روز چیکار میشیم؟ خانوادهمون داغونتر میشه، نظام زندگیمون داغونتر میشه، غربی شکل میشیم در رفتارمون، در اخلاقمون، در پوشاکمون، در خورد و نوشمون. هرچی از زباله اروپا از اینجا میندازن ما میشیم همون زباله خورا و نشخار خورا. میاییم اینجا میبینیم که بله حج به ما در این میان چه دستوری میده. حج یک مدرسه ای هست که ما رو به ما گوش زد میکنه که آقا نه اون چیزی که تو میخوای، اون چیزی که خدا میخواد. حضرت ابراهیم و اسماعیل میان خانه خدا رو برپا میکنن، دعا میکنن ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا بار اله ما رو دوتا مسلمون واسه خودت قرار بده. کی داره میگه؟ پیامبر. مگه پیامبر مسلمون نیست؟ پیامبر مسلمونه، بعد میگه که ما رو مسلمون برای خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی ما رو اسلام یعنی چی؟ یعنی به ما این شعور و این قدرت رو بده که همه مهارمون رو بذاریم برای تو یا الله، بر وفق مراد تو ای خدا حرکت کنیم، آنطوری باشیم که توی خدا از ما میخوایی. ما در این زندگی چیکار میکنیم؟ همه سعی و تلاشمون که آقا چی؟ من میخوام بچه‌م دکتر بشه، من میخوام بچه‌م مهندس بشه، وزیر بشه، قاضی بشه، وکیل بشه. وقتی هم صداش میزنه آقای وکیل، آقای نخست وزیر، آقای وزیر، همچین باد میکنه، گردنشو بالا میگیره. این چیزی هست که همین که چششو بست، همین که روح از جسمش رفت، نه اینکه این منصب، نه حتی اسمش ازش گرفته میشه. بهش نخواهند گفت که آقا بیایید حضرت جناب دکتر آیت الله نمیدونم حجت الاسلام 100 تا لقبی که جلوش هست فلانی رو از اینجا ببرید به قبرستون. میگن آقا بیایید این جسد رو جمعش کنیم، آقا بیا این مرده رو از اینجا وردارید. حتی نامش ازش گرفته میشه. حالا ما به خاطر این لقبا چقدر زحمت میکشیم، چقدر زجر میکشیم، چقدر خودمون رو به زحمت میندازیم. آیا شده که برای خودمون لقبی در آخرت انتخاب کنیم، براش همین جون بکنیم که در روز قیامت صدا بزنن که آهای این المتصدقون، کجان صدقه اونایی که صدقه میدادن لقبت بشه متصدق، کسی که در راه خدا صدقه میداد، اونجا گردن تا بالا بگیری منم. لقبت بشه روزدار. این الصائمون. در بهشت جای دری هست به نام باب ریان که اونجا صدا میزنن این الصائمون، کجان صائمون که بیان، این دروازه خاص اونا تشکیل داده شده، برای اونا مهیا شده، این راه اوناست برای رفتن به بهشت. در بهشت صدا میزنم این المصلون، کجان اونایی که نماز خوندن، کجان اونایی که در فکر جامعه بودن، کجان اونایی در فکر اصلاح بودن، این الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این صفتت باشه. اینی که ما بیاییم بگیم آقا رفتم حج، که چی؟ به من بگن حاجی. عجب. نماز ستون اول دین شهادت الله اله الا الله، بعدشون مستقیم نماز. کسی که نماز نکرد نخوند کافر. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن فرق بین ما و مشرکان و کافران چیه؟ نمازه.
اونی که نماز میخونه از ماست، اونی که نماز نمیخونه اون از گروه ما نیست، اون تو تیم بعدی است، جز کافرها و مشرکاست، از ما مسلمونا نیست. اما ما نمیگیم آقای نمازگزار فلانی، روزه بعد از نماز نمیگیم آقای روزه‌دار فلانی، اما وقتی رفت حج حاج آقا فلانی. اینو از کجا آوردیم؟ اینا چیزایی که ما درست میکنیم، نامایی که ما درست میکنیم، نه پیش خدا ارزش داره نه پیش خلق خدا باید ارزش داشته باشه. طرف رو اگه نگفتی حاجی بهش بر میخوره. مگه من مال بابا تو دزدیدم برم حج به من نمیگی حاجی؟ صداش میزنی آقای فلانی، جوابت نمیده تا بگی حاج آقا فلانی. پس این برای خدا نرفت حج، این برای چی رفت؟ برای نام رفت. اون نامشو هم گرفت، نامشو گرفت. این چیزی بود که از خدا میخواست. نیاد روز قیامت بگه که من رفتم حج، اجرم کجاست؟ نه خیر، تو رفتی تا بهت بگن حاجی، بهت گفتن این اجرت بود، اینو میخواستی، همین بود چیزی که دنبالش بودی. اینه که وقتی ما میگیم دستورالعمل حج رو باید توش کنکاشی داشته باشیم تا بفهمیم که لذتش چجوری بشه، این فقط به خاطر اینه که ما راههایی پیدا کنیم تا در اعمالمون این وظایف عبادیمون رو به شیوهی انجام بدیم که خودمون هم لذت ببریم، به خدامون هم نزدیکتر بشیم. وقتی که من میرم به حج، وقتی که اون مفاهیم حج رو احساس میکنم، وقتی میدونم که وقتی در میقات حرکت کردم چی معنا داره، وقتی احرام پوشیدم چه معانی فرعی داره، وقتی رفتم عرفات چه معانی طواف چه درسایی میتونم ازش کسب کنم، در مسعی چه مواردی رو میتونم یادآوری کنم به خودم، این به این معنی نیست که اگر من اینا رو ندونستم پس نباید بکنم. در احکام الهی استسلام هست. من اون کاری رو میکنم که مراد الهی است، اون کاری رو میکنم که خواست خداوند هست. مبنای خواست، حالا فهمیدم چرا یا نفهمیدم، در شؤون عبادی من عبادت رو انجام میدم. چرا؟ چون خداوند امر کرده. این کار رو چرا انجام میدی؟ چون خداوند امر کرده. چرا 7 تا طواف میکنی، 7 تا مسعی میدی، 7 تا رجم میکنی؟ چون رم میکنی چون خداوند امر کرده، نه اینی که چون این فایدهش فلان چیز هست. اگر من به خاطر فایده این کارو کردم، به خاطر اون نتیجهش این کارو کردم، پس من این کارو به خاطر نتیجه کردم، به خاطر رسیدن به این فایده انجام دادم، نه به خاطر خدا. وقتی نماز میخونم به خاطر چی نماز میخونم؟ به خاطر اینی که خدا امر کرده. چطور نماز میخونم؟ اون طوری که خدا امر کرده. وضو میگیرم. چرا وضو میگیرم؟ چون خدا امر کرده، دستور خداست. من خدا رو وقتی قبول کردم دستوراتش همه چی میکنم؟ قبول میکنم. من بنده آمر هستم. من بنده کی هستم؟ اون کسی که امر کرده، نه بنده حکمت امر. حکمت و درایت اون امر رو درک کردم، خوشا به حالم، لذت بیشتر میبرم از اون عبادت. اما این رو در نکردم دیگه، از در مسائل عبادی از حکمت نمیپرسم. تلاش میکنم به حکمت برسم، دریافتم خوشا به حالم، بیشتر لذت میبرم. در نیافتم استسلام کامل دارم بر امر الهی. وقتی من به شما میگم این کارو بکن، شما انتظار دارید که من بگم چرا. آقا این کارو بکن، این فوایدش هست، این کارو بکن که این صورت بگیره، این مسئله پیش بیاد، این حق شماست. اگه من یا کاری گفتم انجام بدید، میتونید بپرسید چرا، حکمت از این کار چیه، چرا این کارو بکنم، نتیجهش چیه، فایدهش چیه. این در بین من و شماست، چون من انسان هستم، شما انسان هستید، این حق هم دیگه هست، در یک رتبه هستیم.
اما وقتی امر از جانب خداوند اومد من انجامش میدم. چرا انجامش میدم؟ چون خداوند امر کرده. حالا چه حکمتی در این هست؟ حالا اگر این حکمت رو دریافتم خوبه، در نیافتم باید این کار رو انجام بدم. آقا من وضو میگیرم برای هر نماز، خب چه حکمتی توش هست؟ فکر کردم الان من وضو میگیرم نه به خاطر اینی که نظافته، وضو میگیرم چون که خداوند امر کرده. خب اومدم دیدم که بله وضو گرفتن نظافته، بعد انسان رو شاداب میکنه. پزشکا اومدن یک پژوهش‌هایی کردن، دیدن که آقا وضو گرفتن و بی این شیوه این فواید صحت رو داره. نماز خوندن بی این شیوه این فواید رو برای جسم انجام داره. هم ورزشی هست، هم انسانی که نماز میخونه تخلیه بار منفی میشه در سجده. این انسان امکان نداره سرطان مخ بگیره، این انسانی که نماز میخونه امکان نداره سرطان نمیدونم کمر بگیره. خب یه چیزایی هست که علم پزشکی به اون رسید. حالا اگر من اینها رو دونستم به خاطر اینها انجام نمیدم، من به خاطر امر الهی انجام میدم. حج میاد این درس رو بعد در من ترسیخ میکنه، بر این مبنا من رو تربیت میکنه آن کاری رو انجام بده که خدا خواسته. چرا انجام میدم؟ چون خدا خواسته. حضرت عمر این مفهوم رو خیلی زیبا برای ما در حج بیان کرد. اومدن پیش حجر الاسود گفتن به خدا سوگند من میدونم توی سنگی بیشتر نیستی، هیچ نفع و فایده هم در تو نیست. داره به چی میگه؟ به سنگ حجر الاسود، سنگ سیاهی که از بهشت خداوند انداخت برای بنی آدم. سفید سفید بود، گناهان بنی آدم رو سیاه کردن. چه حکمتی بود درش؟ دریافتم خوشا به حالم، در نیافتم این کار رو انجام میدم. چرا این سنگ رو میبوسم؟ حضرت عمر فرمودند که والله اگر من نمیدیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو رو میبوسید، به خدا قسم اگر تو رو میبوسیدم. چون پیامبر این کار رو کرد من میکنم. حکمتش چیه؟ دریافتم خوشا به حالم، در نیافتم این کار رو میکنم چون خداوند از من خواسته. واسه همینه که حج در واقع یک آزمایش هست برای بنده، یک ابتلاء الهی است. همین خدا بود که به ما گفت آقا برید ابراهیم باشید بتا رو بشکنید. بتایی که با سنگ ساخته بودیم در این کعبه بود، پیامبر اومد همه اینها رو شکست. چرا؟ چون که این سنگ هیچ قدرتی نداره. حالا خداوندی که به ما امر کرد بتای سنگی رو بشکنیم، همین خداست که داره به ما امر میکنه که دور یک سنگ خانه خدا طواف کنیم. همین خداست که امرش هست که ما بریم حجر الاسود رو ببوسیم. همین خداست که امرش هست که ما سنگ بگیریم بزنیم رو سنگ. پس حکایت سنگ نیست. حکایت اینه که آقا من وفق مراد خدا میرم. رفتن بر وفق مراد خدا کمال طاعت و عبادت هست. رفتن بر وفق مراد خدا کمال طاعت و عبادت هست. رفتن بر غیر وفق مراد خدا، بر غیر اون چیزی که خدا رو میخواد، اون سنگ رو میکنه شرک. در همین عبادت سنگی دیروز طرف میومد سنگ رو میبوسید میشد مشرک. چرا؟ چون سنگی رو میبوسه که در اون طاعت خداوند نیست، بتی است که خودش دراشیده. اما وقتی خداوند متعال از ما میخواد که ما بیایم طواف کنیم، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میاد حجر الاسود رو میبوسه، من میبوسم، اینجا طاعت و عبادت هست. پس چی؟ عبادت بر وفق مراد خدا رفتن هست. همین نماز سجود هست، عبادت هست، خضوع هست، بندگی هست در مقابل خداوند منان. این کار رو من بر وفق مراد خدا کردم به خدا میرسم. اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد. بهترین و نزدیکترین جایی که بنده به خداش نزدیک میشه در سجده است. همین نماز رو اگه اومدم برای خودنمایی کردم که مردم ببینم، سجدم و طولانی کردم که مردم بگن که چه انسان مؤمن و متقی هست، همین سجده شد
دورترین حدی که منو از خدا میندازه دور، منو از خدا دور میکنه، میشه شرک، میشه ریا، میشه خودپرستی. پس حج میاد به ما رو تربیت کنه که آقا میری بر وفق مراد خدا. در این مسیر ما تربیت میشیم، کمک میشیم از جانب خدا. دست الهی دست ما رو میگیره که ای بنده من تو رو کمکت میکنم. چطور کمکت میکنم؟ آقا لباس تو بردار تا بشی مثل سایر بنی آدمان که دیگه اونجا غرورت نباشه. اینجا که وقتی که لباسم رو کشیدم، احرام پوشیدم، همه مناسب و همه نام و نشانی که واسه خودم دادم همه رو از دست دادم، شدم انسان، فقط با تمام خلایق برابر شدم. اینجا عقل سلیمم بیشتر کار میفته که من بردم، من بندم، هر چه تو گفتی ای خدا من تابع فرمانم. خدایا من وفق مراد تو حرکت میکنم. عزیز من، مدرسه ی حج این رو به ما نشون میده که ما مهارمون رو تحویل بدیم به خدایمون. خدایا بار الها ما تابع فرمانیم، ما گوش به فرمانیم، هر چه از جانب شما اومد در همون خیر ماست، در همون صلاح و رستگاری ماست، در همون سعادت ماست. در وفق مراد خدا رفتن یعنی چی؟ یعنی رسیدن به سعادت و خوشبختی، هم در دنیا و هم روز عقبی.